سمندو نه خیر، مثل که کسی خونه نیست. اگه بود جوابمو میداد. نه خیر، مثل که سلام مهندس. سلام عمه. عمه با کی حرف میزدی؟ با خودم. داشتم فکر کردم که با این خرت و پرتا چیکار کنیم. ببینم خبریه؟ خبر؟ نه، چطور مگه؟ خیلی تو فکری. خب گرفتاری زیاده دیگه. چیکار کنیم؟ این نونو برای شما گرفتم. نه، احمدی گرفته. یه توک پا بیا باد کار داره. با من؟ آره. نترس، نمیخورده. مطمئنی؟ یعنی چی؟ داشتم فکر میکردم که چی کارم داره؟ اوقاتش تلخه؟ نه زیاد. خب پس من میگم برمیگردم. باشه. شیش ماه که کرخونه نمیده. تو هم کی حلواش میکنی. حالا نون خریدی که از زیر خسارت در بره. اون عصای دست ماست، تو نمیدونی؟ عصا برای چی؟ عصا خودم دارم، تازه 10 تا اونم حریفم. عصای دست منی، اینقدر بهش پیله نکن. بده داره میاد. سلام عمه. سلام عمه. آقا نمیتونه خودش اداره بکنه، اون میخواد عصای دست من بشه. سلام آقای احمدی. شما که توی خونه زندگی میکنید بیشتر باید مواظب این خونه باشید.
اگر چیزی تو این خونه شکست خودتون باید درست میکنید. مهندس خودش حواسش هست. بله اختیار دارید. وای چقدر قشنگه، دستت درد نکنه. این چیه؟ ببینه. عجب. که انداختی؟ حالا چی کار داری؟ یه بار که خیلی خوشحال بودی. امه پس من چی؟ باشه چشم. اونجایی که خسارت دیده یعنی شکسته، اون چی؟ بفرمایید. باریکلا عمه. بده ببینم عکسو. برای شما که خرجی بر نمیداره. از اولش هم بهتر شده. حتما خوب شده. هرچی باشه از اولش بهتر نمیشه. اون قدیمی بود، اصل بود. وا اصل دیگه چیه؟ نمیدونم والا. خب اینم اصله. دست درد نکنه عمه. باریکلا چه خوب شد. خواهش میکنم، ولی کیه که قدر بدونه. خوب کاری کردی عمه، خوب کاری کردی. اونم جای پدرته. نمیدونم چرا اینا روز به روز کوچیک‌تر میشن. آخه چیزی نمیخورن بیچاره ها. ما رو هم بخورن باز همینه. مرغام حق باز شد. ماهیگیر بالاخره با خودش گفت من چطور نتوانم خودم را از دست این دیو نجات بدهم. پس به دیو گفت حالا که تو میخواهی مرا بکشی، اقلن به من راست بگو. تو با این هیکل بزرگ چطور در این خمره جا گرفتی؟ دیو خنده‌ای کرد که صدای آن در همه جا پیچید و گفت تو خیال میکنی من دروغ میگویم و در این خمره نبودم؟ ماهیگیر گفت اگر به چشم ببینم بهتر باور میکنم. دیو مانند دودی به هوا بلند شد و داخل خمره رفت. چطوری؟ تا دیو داخل خمره شد ماهیگیر به او گفت سزای بدکرداری خود را دیدی. حالا تو را به دریا می اندازم که تا آخر عمرت در آنجا محبوس بمانی.
اون بابا هم که رفته ته دریا. آخه این دیوا چطوری دود می شدن می رفتن تو کوزه؟ دیو را به صورت انسانی بلند قامت و تنومند و زشت و هولناک تصور کنند که بر سر 2 شاخ مانند شاخ گاو دارد و دارای دم است. پس چرا این کوتاست؟ شاید نیمه دیوه. دیو بعدی هم نیست. سمندون؟ کجایی؟ هنوز قهری؟ بیا بیرون کارت دارم. به به چقدر خوشمزه است. نه خیر، مثل این که نیست. بیا بابا یه دونه دیگه. با کاغذ؟ من میخوام. ندارم. من میخوام. ندارم، باید بریم بیرون بگیریم. این چیه؟ دوربینه. عکس میگیره. عکس. 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 میدونی که چیه؟ عکس. خب پاشو وایسا اینجا یه عکس ازت بگیرم. نگاه کن به دیوار. لبخند. دستو بذار رو چونه. او یکی هم بگی بالا. اها. بازم اینجا دیگه نه. حالا میریم بیرون یه خورده میگردیم یه چیزی میخوریم، اون وقت اونجا ازت عکس میگیرم. تا حالا بیرون رفتی؟ نه ننم گفت همگه باش تکونم نخورد تا من برگردم. حالا یه دفعه اشکالی نداره. بیا این کلاه بگیر، این پیرن منم بگیر، این شلوار رو بگیر. بیا اینجا بپوش.
بریم. آقای ننم گفت همجا باش. آب نبات، بیسکویت. آب نبات، بیسکویت. وای عمه تویی؟ چرا تو تاریکی وایسادی؟ ترسیدم. نه زیادم تاریک نیست. مثل قبری، آدم وحشت میکنه. وحشت چیه عمه جان؟ هنوز که روزه. یا میخوای من ذره ترک بکنی یا فکر میکنی چشمام کم سوه. من فقط میخوام رعایت آقای احمدی رو بکنم، همین. یعنی خسیسه؟ خب باشه. عمه جان میگم که خاموشش بکنیم، دعوا میکنه. آدم سکته بکنه بهتره. چراغا که همیشه روشن نیست عمه. داشتم میافتادم. کی اونجاست؟ این مثل این که اتصالی کرده. تو آیا اینجا؟ اگه تو اینجا هستی که اتصالی نکردی. به هر چی دست میزنی خراب میکنه. که درسته؟ درست شده. پاتون سبک بود. بله. بفرم. میخواد بری بیرون؟ نه آره، یعنی مهم نیست. بفرم. بفرمایید. باید یه ریگی تو کفشش باشه. سمندون. بودو بیا. اینجا کجا؟ کوچه است، کوچه. یادم افتاد. اینجا جنگل بود، درخت بود، شیر بود، فیل بود، میمون بود. اینجا هم رودخونه بود. یاده؟ نه من اون موقع نبودم. کجا بودی؟ هیچ جا. آها توی اینجا. آره. بیا. یکی دیگه میخوام. نه. یه دونه ارزونه. یکی دیگه بده. نه دیگه بس. میخوام. پول ندارم. میخوام. یه دونه ارزونه میخوام دیگه. میگم پول ندارم. بازم میخوام. پول ندارم. میخوام میگم.
چقدر میخوری؟ مواظب باش. بیا اینجا. من با خود ببر. میخوام ازت عکس بگیرم. همینجا وایستا. کاری داشتی اینجا؟ هم؟ کی هستی؟ چی کاره ای؟ من زمندونه دیوزاد. برو عمو جان، برو خدا شفاعت بده. برو. آخه گفت من همجه باشم. کی گفت؟ اون. بیا بریم. منتظر من بود. همینجوری اینا رو ول نکنین آقا. گرفتاریه دیگه، چیکار میشه کرد؟ اینجا جای خوبیه. همینجا وایستا تا من برگردم. خب نه صبر، همینجا بشین. هر کی اومد رفت تو هم باش برو. خب تا اینا رو بخوری من برمیگردم. شد آقا چه میخواد جونو من؟ بیدا به تحویل مامور آقا. پدر میارم. پدر نشی اینجا. بیا بریم. اینا خیلی بدن. بله بریم. اینجا خوبه. بالاخره خونه است. کولر هم داره. منظرش هم خوبه. میتونی تماشا کنی. بیا بشین اینجا. حالا راحت بخور. داره بیفته. نه نمیفته. ببین با کسی دعوا نکن. نه کارهای بد نکنی ها. نه تو هم کار بد نکنی ها. باشه دیگه بچه خوبی باش، با همه مهربون باش. تو هم بچه خوبی باش، با همه مهربون باش، دعوام نکن. باشه خیلی خب من میرم برمیگردم. بابا تو باش گم نشی. باشه زود برگرد. باشه خیلی خب من رفتم. خداحافظ.
تقدو در خدمتم. چجوری اومدی اینجا؟ من دیدم گم شدی اومدم خونه. من گم شدم؟ آها برای یه گیری کردی. ببینم مگه تو اینجا رو بلدی؟ آها بلد شدم. خب مثل اینکه قرار نیست ما از دست هم دیگه خلاص شیم. بیا برو تو. خوشمزه بود. بله گرونم بود. دیگه گم نشی ها. کاش که گم می شدم. چرا؟ برو تو. در خدمتم. Thank you.